من توی خونه بودم موقعی که این خبر رو شنیدم. جوری که فهمیدم از تلویزیون بود و اشکای مادر و پدرم. هم دیدن کشته شدن یک آدم جوان بیگناه و هم اون یادآوری ظلمی که 45 سال به جامعه رفته به هم ریخت دیگه، مثل همه. رسما یه آتیش بود تو دل هممون خیلی دردمند شدیم از شنیدن این خبر. هممون بزرگ شدیم، بالغ شدیم. بعد از یه مدتی که یکم هممون آروم‌تر شدیم، یکم بیشتر جای اینکه همینجوری گریه بکنیم، میخواستیم بجنگیم برای ایران. انگار که دلمون میخواست داد بزنیم که ما هم همونیم، ما هم همین تجربه رو داشتیم، ما کنده شده از ایران نیستیم. این موجودیت خونخوار جانی وحشی که اونجا هست، همون موجودیت خونخوار وحشی که من گی رو، من بدون باور دینی رو آزار میداد. کارهایی که جمهوری اسلامی کرد و قانونهایی که جمهوری اسلامی گذاشت برای مخصوصا زنان، مامانم حضوری تجربه کرد. من از یادمه که توی خیابون وقتی که گاز اشک‌آور می‌زدن، لاستیک می‌سوزوندن و اینا خاطرات 3-4 سالگی منه. هیچ چیز تغییر نکرده. زخم روانی شوخی نداره. در خواب اثر میذاره، در کابوس اثر میذاره، در فکر کردن و تمرکز اثر میذاره. اصلا سر خودت هم نیاد که میومد، حتما میومد، ولی اصلا سر خود آدم که نیاد، همین که ببینه آدم بیرون شلاق میزنن میگیرن یا تو مدرسه‌ای که داره کتک میخوره، همین خودش آسیب روحی به وجود میاره. من مانی عظیم‌زاده هستم، ساکن تورنتو و در حوزه مددکاری اجتماعی و سلامت روان کار میکنم. در کنارش هم به عنوان آموزشگر عدالت اجتماعی تولید محتوا میکنم. من دیبا هستم، دیبا دربندی. من 17 سالمه، شده تقریبا 12 سال که اومدیم کانادا. الان من تازه از دبیرستان بیرون اومدم، قراره برم دانشگاه برای مارکتینگ. میخوام بعد از مارکتینگ برم به سمت وکالت. شهرزاد دستون نجات هستم، ساکن فور مکمری، استان آلبرتا. نزدیک بیش از 10 ساله که از ایران بیرون اومدم. از این پس نمیرم که من زنده ام. به طور حرفه‌ای از 15 سالگی هم ویولن شروع کردم هم آواز. من شاهد ظلم جمهوری اسلامی از تقریبا روزهای اولش بودم. من 3 سالم بود انقلاب شد. دوره خود انقلاب رو خیلی یادم نمیاد خیلی، ولی خب زشتی اون پوشش های اجباری، حالا روپوشی که ما مجبوریم بپوشیم تو بچگی، لباس هایی که مجبور بودید تیره باشه، قهوه‌ای بود انگار همه چیز بعد از انقلاب. اون فامیلمون که اومده بود دنبال فرزندش میگشت که کشته شده بود، فرزند 17 سالش، حضورش رو یادمه توی خونمون. من درک نمی کردم، ولی اون فضای غم رو می گرفتم دیگه. اون فضای غم و نگرانی و ترس رو می گرفتم. یعنی با وجود اینکه ترس از حکومت رو نمی فهمیدم چیه، ولی فضای ترس رو می فهمیدم. از همون 3 سالگی 4 سالگی که انقلاب شد، اون فضای ترس، اون فضای ترس از اختناق رو که به وجود اومده بود می فهمیدم.
ماشت ما با 100 سر شد، ماشت ما با 100 سر شد، ماشت ما با 100 سر شد. از روزی که 22 بهمن شد خشونت‌ها شروع شد و وقتی که در واقع یک دولت به وجود آمد، یک امنیتی به وجود آمد، تا به وجود آمد جنگ شروع شد و جنگ هم خشونت شوخی نبود، برای اینکه باید چراغ خاموش میشد، حرکات محدود میشد، مردم بسیار از ایرانشون به جنگ رفتن، در هر کوچه و خیابانی مراسم عزاداری بود برای کسانی که در جنگ کشته شده بودند. به هر حال خشونت آمد در زندگی روزمره تقریبا از سال 57، همون 3 ماه قبل از 57 و ماندگار شد خشونت حتی تا امروز. من چیزی که خیلی زیاد به شدت برم میگردونه به اون شدت و به اون شرایط و ازش گریزونم، صدای آژیره، صدای آژیر جنگ، اون آژیر. علامت یک تروما وقتی ظهور میکنه که وقایعی شبیه آنچه که تولید تروما کرده رو ببینیم. علامتش ترس و نگرانی بیش از حد از یک حادثه است که خود حادثه ترس نداره، پس میره اون حادثه‌ای که پشت این هست و شبیهش هست به عنوان زخم اون رو میاره. یعنی در واقع آژیر یک علامت و یک فضایی رو تولید میکنه که حتی بعضی وقتها آژیرهای آمبولانس و آژیرهای آتش نشانی هم همون در واقع مشکل میرن، همون زخم و مرگ رو به خودشون میارن. من توی خانواده بهایی به دنیا آمدم و همین باعث می شد که تو اون خانواده و تو اون فضا احساس امنیت بکنم. ولی چیزی که بود این بود که ما همیشه احساس می کردیم که یه اقلیتی که هیچ کس مثل ما نیست. مثلا تو 9 سالگی منو اخراج کردن از مدرسه. میگم فقط مثلا، خیلی چیزا همیشه بوده. چرا؟ چون من 9 سالم که بود سر کلاس از معلممون پرسیدم که خانم ما یه سوال برم، کلاس دوم بودم، 9 سال یا 3. گفت بگو. گفتم که خانم ما چرا باید فاطمه زهرا به عنوان الگوی خودمون قرار بدیم؟ فاطمه زهرا سواد نداشته، ما سواد داریم، ما خیلی بهتر از اونیم. حالا بهتر از اون نگفتم ولی سوالم این بود. بعد 2 روز بعدش گفتن شما دیگه نمیتونی بیای مدرسه. مامان بابا رو خواستند اداره نمیدونم اسمش چی بود اون زمان. با عزاداری ها که به جای بزرگداشت عزاداری انجام میدن، طبیعتاً با این رنگ های سیاه و 2 ماه محرم و صفر و رمضان و حتی صدای اذان از این همه مسجد و همه اینها یک فضایی درست میکنه که ما بهش میگیم یک نوع افسردگی عمومی و یک نوع هیپنوز عمومی. 2 اتفاق در ایران عزیز ما افتاده که داره یواش یواش از اون میاد بیرون، ولی به هر حال یک نوع افسردگی تولید میکنه در این بچه‌هایی که در این شرایط بزرگ شدن. افسردگی یکی از فایده های بسیار زیادش برای حکومتگران اینه که خیلی تلقین پذیر میشن. انسان های افسرده خیلی راحت میشه روشون اثر گذاشت و تلقین کرد بهشون. حالا یه مذهب رو، یک سیستم رو، یک حرفه رو، هر کاری دلشون بخواد میتونن بکنن با انسان های یه افسرده. ما آدم های از یه قسمتی از دنیا هستیم که به طور سیستماتیک به همون آموختن که باید افسرده باشیم. این مسیری که توش همه ما حداقل 40 ساله که داریم بزرگ میشیم، ما رو به یه مبارزه هر روزه واداشته. مبارزه با افسردگی، مبارزه با اینکه بگیم نه من کافیم، ما میتونیم، ما هستیم.
بچه‌هایی که در این شرایط بزرگ شدن اگر در خانواده‌های مذهبی باشن این افسردگی دیگه و هیپنوز کلی میبردشون تا آخر، ولی اگر در خانواده‌های بزرگ شده باشن که کمی مبارزه کنن با این فضای افسرده، اونها خیلی زود از این حالت میان بیرون. من لباسای خودم رو انتخاب میکنم، لباسایی که دوست دارم بپوشم، لباسایی که به نظرم شخصیتم و اصلا شکلم رو یه جوری نشون میده که میخوام آدما منو اونجوری ببینن. به موزیک خودم گوش میکنم، آرایش میکنم، مدام با دوستای صمیمیم زنگ میزنم، میرم تو کلاس، میتونم نظر خودم رو بدم و میتونم در مورد هر چی که میخوام حرف بزنم یا در مورد هر چی که میخوام یاد بگیرم. این که من انقدر آزادی دارم، انقدر حقای خودم رو دارم، انقدر میتونم کارهای خودم رو بکنم، احساس میکنم که هر کاری که میکنم که دخترای ایرانی نمیتونن انجام بدن در ایران، مثلا من دارم از طرف اونا هم اون کار رو میکنم. مامان میدونی عکسای بچگیم کجان؟ یادته هیچی از اون روزها؟ یادمه، یه چند تا چیز کوچیکی اون موقع. من کم میفهمیدم که واقعا چیزای اون بیرون داشتش اتفاق میافتاد که باید در موردش نگران باشم، چون مامان بابام همیشه مثلا بغلشون بودم یا مثلا به مانتوی مامانم چسبیده بودم، اما میدیدم چه جوری مثلا شخصیتاشون عوض میشد موقعی که بیرون بودن تا موقعی که میومدن توی خونه. مامانم همیشه یه آدمی بود که همیشه خوشحال بود، خیلی ما مثلا مهمونی میگرفتیم اما یهو میرفتیم بیرون یهو جدی میشد، یهو همینجوری این ور اون ور نگاه میکرد، پشت سرش نگاه میکرد مطمئن باشه که چیزی اتفاق نمیافته، مخصوصا موقعی که فقط من و مادرم بودیم که بیرون بودیم. توی این عکس‌ها که آدم میره هر کدوم یه خاطره است دیگه و خیلی‌هاش مال مهمونیه. میدونی این بود که خانواده به ما تذکر میدادن دیگه که اینو نگو. خب ما مثلا فیلم میدیدیم، فیلم خارجی میدیدیم، مهمونی میرفتیم، خب مشروب تو خونمون سرو میشد یا تو مهمونیایی که میرفتیم، خب تو مهمونیام کاملا همه مخالف قواعد حکومت بود دیگه. به هر حال بعد میدونستیم از خیلی 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 کوچیکی بعد میدونستیم که نباید بگیم، حتی چون اون موقع میپرسیدن دیگه. اون موقع معلمای مدیر ناظم، معلم پرورشی بعدن که اومد. بچه مسلمونید شما؟ دوستای شیطونید شما؟ دروغ گفتنی که خیلی زود یاد گرفتیم به دلیل اینکه توی مدرسه امن باشیم، در امنیت باشیم، نگیم مثلا مهمونی تو خونمون هست، نگیم مثلا به اسلام اعتقادی نداریم، به حکومت اعتقادی نداریم. شماها قرآن میخونید؟ آیه فراوان میخونید؟ این مسئله تولید یک تناقض میکنه، یک ضد و نقیضی ایجاد میکنه که میره به سمت اسکیزوفرنی. در واقع اون چیزی که تولید میکنه یک نوع، حالا یه جور دیگه هم میشه گفت دو شخصیتی است که میگن معروف هست که ما در ایران روز مثل عربستان زندگی میکنیم و شب مثل لس آنجلس. این بچه‌ای که در این محیط به دنیا میاد که پدرش و مادرش بهش میگن که وقتی به تو از تو پرسیدن خانواده همه نماز میخونن، بگو بله، و میبینه وقتی میاد خونه هیچ کدوم از برنامه‌های نه تلویزیون نه رادیو ایران دیده نمیشه و همیشه این تلویزیون‌های خارج از کشور هست که شب و روز روشن هست. طبیعتاً این متوجه میشه یه اشکال اینجا وجود داره، یه مشکلی اینجا وجود داره. این قصه بناهای آباد هست، مرتضی حنانه. این انتخاب کردم به خاطر اینکه به نظرم وصف حال ماست واقعا.
تو وقتی که 15 سالم بود شروع کردم. 16 سالگی اولین کنسرت خیلی خوب حرفه‌مون داشتیم تو شیراز، تو تالار احسان. ولی خب همچنان چندین سال تو همون گروه اهورا اجرا داشتم. بعد شروع کردم درس خوندن توی دانشگاه بهایی. و بعد وقتی که گروه دیگه که ما داشتیم میرفتیم جشنواره فجر، اونجا بود که خب لیست همه کسایی که میخوان برن و میخواستن چک کنن، من از گروه کنار گذاشته شدم دیگه، همراه بچه ها نتونستم برم. من قبل از اینکه برم ترکیه ارمنستان درس میخوندم و بر من بهشت بود. خیلی خوب بود. یه پروفسور بیاد به درس میده، یه پیانیست خیلی خوب، هفته چند جلسه باش تمرین داشتم، همه چیز خیلی عالی بود. ولی دوره احمدی نژاد بود. اول از همه که دلار وضعیتش خیلی یه دفعه‌ای بد شد و اینکه کار بابا رو تهدید کردن که میبندن مغازه‌شو. اینطوری شد که من برگشتم ایران بدونی که بتونم درسم رو تموم کنم و این یکی از دردایی بود که همیشه داشتم، همیشه همراه خودم حمل کردم. سالهای سال یه کابوس دارم که استادم تو خیابون میبینم، ازش تقاضا میکنم، میگم من خونه تو میام تمیز میکنم، به من درس بده، بذار من درس بخونم. ولی خب نشد. پوینتی که من احساس کردم که خورد دارم میشم و تمام این که تو میتونی، تو انسانی، تو توانایی داری، خورد میشه اونجا بود. یکی از چیزایی که متوجه شدم اینه که پسرم خیلی استعداد موسیقی داره ولی نمیخوام زیاد پر و بالش بدم. عمیق که فکر کردم دیدم این به خاطر درد من بوده که جامعه منو پرت کرد بیرون و اجازه نداد من درس بخونم. متوجه شدم این درد، این که من نمیخوام به بچه‌م بگم تو این زمینه خیلی استعداد داری، برو موفق میشی. انگار که من داشتم به یه نحوی بچه‌مو مراقبت میکردم ازش که یک زمانی درد من رو تجربه نکنه، که استعدادی داشته باشه ولی به هر نحوی اگر نتونه بعد سرخورده بشه و این درد رو بخواد تحمل کنه. بعد اوورکام کردم. یعنی این همیشه به من کمک کرده. وقتی میبینم عمیقاً علت رفتارم چیه، میگم که اوکی خب پس بیایم متعادل رفتار کنیم. مهم نیست بچه استعداد داره، بهش کمک میکنه. مثلا تصور کنید هایی که اون ناکامی در واقع داشتن، زندگیشون با ناکامی روبرو بوده، چیزی که میخواستن نمیگرفتن، اونجایی که میخواستن نمیتونستن برن. اگر با ناکامی روبرو بوده اتفاقا برعکس سعی میکنن که این شرایطی برای فرزندانشون رو وجود بیارن که این ناکامی یه مقداری حل بشه به وسیله خانواده. ولی اونهایی که واقعا زخم‌های روانیشون شدید، خیلی ها هستن الان 40 سال 50 سالشون هست و اینها از روانی در شرایط مناسبی نیستن، سردردهای زیادی دارن، خستگی های زیادی دارن، نمیتونن در جامعه برن. خب اینا رو فرزندانشون طبیعتا اثر میذارن، ولی نه همه. میشه گفت حتی برعکس، اونهایی که تونستن یه راه حلی پیدا کنن سمت زندگی برگردن، نمیذارن فرزندانشون به اون سمت برن. بفرمایید. بیا ماستم آوردم که ماکارونی. موقعی که این انقلاب اتفاق افتاد، از اونجا واقعا حس میکنم که من و مامانم با هم دیگه خیلی صمیمی‌تر شدیم. احساس میکنم که مخصوصا چون که توی جایی بودم که داشتم در ذهنیت خودم تبدیل میشدم از یه دختر به یه زن، واقعا احساس کردم که یه جوری صمیمی‌تر شدیم. چیزایی که
مامانم تجربه کرد در ایران، هر چقدر برای من تعریف میکرد، خب من میتونستم هر چقدر میخواستم برای روزها گوش کنم به حرفاش. بعداً موقعی که میخواستی بری برای مستر دیگریت، برای فوق لیسانست، اون موقع اونا رو چک میکردن، بک‌گراند چکت میکردن که ببینن که هیچ وقت فعال بودی بر ضد جمهوری اسلامی یا نه. بابا بله بیا اینجا با هم دیگه آهنگ بخونیم. ساقاتی بخونیم. صحبتی چشم. وقتی میای صدای پات از همه جاده ها میاد، انگار نه از یه شهر دور. هر چقدر من تو کانادا بزرگ شدم و نسل دومم، ایران هنوز وطنمه. من کانادا رو به عنوان یه جایی که زندگی میکنم میبینم، خونم ایرانه. ایرانی بودن یعنی مقاومت کردن، یعنی هر کسی یا هر چیزی که حق ما رو میگیره نمیتونه کاری بکنه که ما هنوز نجنگیم. به دلایل متعددی این ناراحتی رو باید پذیرفت و باید به رسمیت شناخت و باهاش تعامل کرد. یکی از دلایل اینه که خب ما هنوز ایرانی هستیم. میدونم که خیلی از ما سعی میکنیم به دلیل آسیب‌های روحی که از اون جامعه دیدیم، از حکومت به ویژه بیشتر آدم‌ها، آسیب‌هایی که دیدیم، به نوعی دوست داریم که قطع رابطه بکنیم، ولی یه چیزایی دست آدم نیست که میدونی، مثلا کلید خاموش روشن که نداره. فکر میکنم که یه علتی وجود داشته که ما تو ایران به دنیا آمدیم. فکر نمی کنم که خیلی زندگی آسونی برامون رقم خورده، ولی مسیری که قرار توش یاد بگیریم. بیشتر فکر میکنم از فردی باید بیایم بیرون، برای این تخم‌ها این زخم‌ها سنگین، واقعا هم سنگین هستن. اونجایی که میشه به شکل جمعی هم حرکت کنیم، هم پیرامون خودمون رو روشن بکنیم، هم مقاله بخونیم، بنویسیم، بدیم دیگران بخونن. یعنی یه مقدار کار تبلیغاتی باید بکنیم، دست جمعی انجام بدیم که جبران کنیم این ریشه زخم روانی که در ما هست. با آوردن بیرونش، صحبت کردن راجع بهش. تنها راهی که ما داریم اینه که شادی رو دوباره برگردونیم بین خودمون و در این جامعه.